بله بفرمایین. الو سلام علیکم. سلام عزیزم بفرمایین. اونجا سامانه پدافند موشکی سپاهه؟ بله بفرمایین. سلام علیکم، شما سردار حاجی‌زاده هستی؟ نه جناب ایشون تشریف ندارن، عمتون رو بفرمایین. داش این تلویزیون ما برف میزنه. چه کاری از دست ما برمیاد؟ آنتنش تنظیم نی، میخوام برم آنتنشو تنظیم کنم. خب برو، چه ربطی به ما داره؟ خب همین دیگه، باز برم بالا پشت بون. من متوجه نمیشم چه ربطی به من داره. خب من شما پدافند موشکی سپاه نیستی؟ چرا هستین؟ خب همین دیگه، دارم میگم میخوام برم بالا پشت بون آنتن تنظیم کنم. میخوام آمار ما رو داشته باشی که این وقت ما رو با کروز اشتب نگیری بذاری ناکارمون کنی. مرحوم بفرما یه یارو هیکل میزونه سیبیل یه پیاده رو با یه پیژامه داره میاد بالا پشت بون. آدم با کروز نیست نزنی ها، نه که بزنی فردا بگی خطای انسانی بوده. من که میدونم میزنی آقا، میزنی با اون چشای بابا قورید میزنی.